بعدی از بین رفتن سلاله سامانیان در آسیای مرکزی، سلاله دیگر تاجیکان، سلاله غوریان از منطقه کوهستانی غور خراسان به عرصه سیاسی قدم می نهد. مناطق کوهستانی خراسان به نوشته جوزجانی همیشه از حاکمیت مرکزی و منطقوی مستقلیت داشتند. بعدی به خلافت رسیدن عباسیان، امیران غور از پشتیبانی آنان بهره‌مند بودند، چون که هنگام خروج ابو مسلم خراسانی بر ضد امرای اموی و اخراج آنها از ممالک خراسان، حاکم این منطقه امیر پولاد غوری لشکریان غور را به مدد ابو مسلم برد و در تصرف آل عباس نقش مهم گذاشته بودند. با مرور زمان امارت غوریان صاحب قدرت و توانایی بیشتر گشته از تابعیت رسمی به غزنویان دست می کشد و سال 1148 میلادی حاکم نو غوریان علاءالدین با لقب جهانسوز مشهور بود به سوی غزنی لشکر می کشد. سببش آن بود که سال پیش سلطان علاءالدین پایتخت غزنوی ها شهر غزنی را به اطاعت خویش درآورده و در آنجا برادرش سیف الدین سور را حاکم تعیین کرده بود. ولی با فرا رسیدن فصل زمستان، همین که راه های کوهستان غور از شدت برف زیاد بسته شدند، غزنوی ها ضد حاکم غوری آشوب می بردارند و او را به قتل می رسانند. اینک علاءالدین باز با لشکر زیاد سوی غزنی روان بود تا قصاص برادرش را ستاند. امیر آخرین از سلاله غزنوی ها که خود را از اولاد سبکتگین می شمارید، بهرامشاه، لشکری زیاد از ترکان آغوز و همچنین از هندوها جمع آورده آماده جنگ با تاجیکان غور می شود. در این جنگ تقدیرساز غوریان لشکر بهرامشاه را شکست می دهند و خود او را مجبور می سازند که به هندوستان فرار کند. در هندوستان بهرامشاه شهر لاهور را قرارگاه انتخاب نموده با اهل و بیتش در آنجا مسکون می شود، ولی چند نگذشته وفات می کند و به جای او پسرش خسروشاه به تخت می نشیند. در پایتخت دولت غوریان شهر فیروزکوه این زمان سلطان غیاث الدین محمد به سر قدرت می آید. سلطان غیاث الدین سراول برادرش سلطان شهاب الدین فتح کننده آینده هندوستان را امیر غزنی تعیین می کند. سلطان شهاب الدین علکه سال 1174 میلادی لشکر ترکان آغوز را شکست داده تمام خراسان را به تابعیت پره غوریان وارد می سازد. اکنون در نزد شهاب الدین یک وظیفه آزاد کردن شهر لاهور هندوستان از باقی مانده های غزنویان قرار داشت. با این مقصد شهاب الدین با لشکریانش از دریای سیند گذشته به جانب لاهور می رود، ولی غزنویان تحت سروری پسر بهرامشاه خسروشاه مقاومت شدید نشان می دهند. از این رو سلطان شهاب الدین لشکرش را به جانب پشاور می برد و در نزدیکی آن شهر قبیله های افغان را وامی خورد که مکان اصلی سکونتشان به عقیده مورخان همان زمین ها بوده است. او قبیله های افغان را به تابعیت خود درآورده شهر را تسخیر می نماید و به غزنی باز می گردد. پس از قریب 10 سال بهار سال 1183 بعد پره به تابعیت خود درآوردن شهرهای خراسان و ورزرود، سلطان شهاب الدین به قول ابن الاسیر لشکری زیاد از خراسان و وخش و بدخشان تحت فرماندهی یکی از بهادران مشهور این منطقه ملکشاه وخشی جمع آورده جانب هندوستان رهسپار می شود. سراول شهاب الدین شهر لاهور را به محاصره گرفته به اهالی شهر و خسروشاه مراجعت می کند که اگر در برابر سپاهی وی پایداری کنند زیان خواهند دید. همچنین به آنها اطلاع داد که تا آن شهر را تسخیر نکند از اینجا نخواهد رفت. به خسروشاه نیز قول می دهد که جان و مال و خانوادهش در امان خواهد ماند، ولی خسروشاه این پیشنهاد را قبول نمی کند. آنگاه سلطان شهاب الدین حلقه محاصره را شدید می گرداند. در بین اهالی شهر و لشکریان ناراضگی زیاد می شود. وضعیت شهر لاهور روز تا روز بدتر می شود. عاقبت خسروشاه از شهر بیرون رفته
به شهاب الدین تسلیم می شود و با همین دوره حکمرانی ترکان آغوز غزنویان خاتمه می یابد. شهاب الدین شهر لاهور و اطراف آن را به تصرف خود درآورده این شهر را همچون باشیشگاه زمستانه خود مقرر می سازد. در این ایام به شهاب الدین خبر می رسد که خوارزمشاهیان با مدد قرخیتایی ها به یک قطار شهرهای ورزرود و خراسان حمله آوردند. او با مدد برادرش سلطان غیاث الدین شتافته از هندوستان به خراسان باز می گردد و برای از دست ترکان قنقلی و قرخیتایی ها آزاد کردن هرات و دیگر شهرهای تاجیکان در ورزرود و خراسان یاری و مدد می رساند. در زیر ضربه های دلاورانه لشکریان تاجیک خراسان قرخیتایی ها رو به گریز نهادند. لشکری غیاث الدین و شهاب الدین نیز دنبال آنها تا سرحد غربی چین می روند و آن مناطق را نیز زیر تصرف خود می گیرند. موفقیت لشکریان تاجیکان خراسان باعث آن می شود که اهالی یک قطار شهرهایی که تاجیک بودند و از ظلم قنقلیق ها و خرخیتایی ها به داد آمده بودند به سلطان غیاث الدین مراجعت می کنند تا این شهرها را زیر تابعیت خود گیرد. از جمله به نوشته جوزجانی بعد از فتح دوباره هرات و پوشنگ به حکومتداران غور از اهالی نیمروز و سیجستان مکتوب رسیده بود که آنها را زیر حمایت خود قرار دهد. جوزجانی درباره مهارت نهایت بلند حربی سلطان غازی غیاث الدین حکایت کرده می نویسد که او می توانست به آسانی نقطه های ضعف لشکر دشمن را آشکار نموده سپس سمت اساسی هجوم را پیشکش کند. مثلا بعد از دستور سلطان غیاث الدین لشکریان در کوتاه‌ترین مدت نیشاپور را فتح می‌کنند و یک قطار امیران خوارزمی از جمله پسر خوارزمشاه تکش علی شاه را اسیر می‌گیرند. سال 1192 میلادی سلطان غیاث الدین و برادرش سلطان شهاب الدین قوه‌های خوارزمشاهیان را در وادی دریای مرغاب که آب آن از کوههای خراسان به جانب مرو جاری می شود لشکری خوارزمشاهیان را تار و مار می کنند و بعد باقی مانده آنها را با همراهی خود خوارزمشاه تکش تا خوارزم تعقیب می کنند. غیاث الدین شهر اورگنج را به محاصره می گیرد. خوارزمشاه باشد به ترس و وهم افتاده از قرخیتایی ها مدد می پرسد و تنها بعد از آمدن آنها غیاث الدین به خراسان باز می گردد. در عین زمان سلطان شهاب الدین با لشکری در جنگ های ورزرود آبوداف یافته خود باز عظیم هندوستان می شود. سلطان غازی عزم داشت که تمام سرزمین هندوستان را زیر تابعیت خود گیرد. با این مقصد لشکریان تاجیکان خراسان از دریای سیند گذشته وارد هندوستان می شوند و یکی از شهرهای کلانترین اینجا شهر اگره را که در مرکز هند واقع است به محاصره می گیرند. حاکمی آن شهر زنی بود. پس از چند به شهاب الدین تسلیم شده دخترش را به ازدواج او می دهد و شهاب الدین شهر اگره را پایتخت خود اعلان می کند. به نوشته مورخ عرب ابن الاسیر شهاب الدین برای آباد و زیبا گردانیدن این شهر زحمت زیاد کشیده در آنجا قصر و کشک‌های با حشمت زیاد بنیاد می کند. لیکن شاهان و امیران بی مملکت و بی منصب مانده هند از جنوب این مملکت باز لشکر جمع می کنند و بر ضد شهاب الدین عصیان می بردارند. شهاب الدین عصیان حاکمان هندو را پخش نموده دهلی را اشغال می کند و خود حاکم یگانه هندوستان می گردد. پس از این طور که مورخ عرب قید می کند شهاب الدین لشکر را تحت فرماندهی امیر محمد ابن بختیار برای ضبط کردن نواحی دیگر هندوستان می فرستد. این لشکر به جانب شرق تا دم می رود که به سرحدهای شرقی خطای می رسد. همین طور چه خیلی که مورخان عصر میانگی و شاهدان این واقعه نگاشتند لشکر غوریان اکثر کشورهای واقع در جنوب و شرقی آسیا را فتح کرد و به زمینهای قدم گذاشت که هیچگاه یگان فرد مسلمان نرفته بود.
اگر از نگاه خریطه سازی و جغرافی امروزه نظر کنیم، پس سخن درباره چنین کشورها مثل بنگلادش، نپال، برما، تایلند و امثال آنها می رود که کشورهای جنوب و شرقی آسیا محسوب هستند. جوزجانی می نویسد که از مشرق هندوستان و از سرحد چین و ماچین تا در عراق و از آب جیهون خراسان تا کنار دریای هرمز به نام مبارک این پادشاه غیاث الدین خطبه خوانده می شد. واقعا غیاث الدین در تاریخ مردم تاجیک و مخصوصا خراسان همچون شخصیت وارد گشت که مدت 43 سال مملکت راند و ادرار و انعام او به اطراف مملکت اسلام از شرق تا غرب و عجم و عرب و هندوستان به اهل خیر و اصحاب علم و زهد بخشیده می شد. همین طور اگر سامانیان در عصرهای 9 و 10 تعلیمات اسلام را تا حدود غربی خطای پهن کرده باشند، پس غوریان حدود اسلام را تا جنوب و شرقی آسیا و چین و ماچین، جایی که تا هنوز پای و قدم مسلمان نرسیده بود، پهن نمودند. آنها اولین شده فرهنگ فارس و تاجیک را در شهرهای بزرگ هندوستان پهن کردند و آن زمینه شد برای رشد و نموی فرهنگ تاجیکان در هندوستان. مطابق بعضی از معلومات ها در آغاز عصر 13 دولت پهناور غوریان تقریباً 90 میلیون نفر اهالی را در بر می گرفت. در همه کشورهای اشغال شده به مثل غور ترتیبات مقرر شده بود که زمان از جانب خلیفه بغداد توصیه گردیده بود. برای اداره این آن مملکت 2 نفر حکمران، سلطان یا امیر برای اداره امور شهروندی و فرماندهی قوه‌های حربی برای اداره لشکر. این ترتیبات برای پیشگیری غصب حاکمیت و رکود دولت امکانیت وسیع فراهم می آورد. دهلی، آگرا، اجمر، لاهور، پشاور، ملتان و چندین شهرهای دیگر هندوستان هنوز در زمان غوریان به مرکزهای بزرگی رشد فرهنگی تاجیکی در این سرزمین مبدل یافته بودند. در سراسر کشورهای تابع غوریان نام همه محققان و اربابان علم و فرهنگ، خلاص تمام اهل ایجاد در دیوانها و دفترهای آنها طور جوزجانی می نویسد مذکور بود و به همه آنها ادرارپولی یعنی معاش ماهانه مقرر شده بود. سلطان غیاث الدین روز چهارشنبه 17 فوریه سال 1203 میلادی از دنیا می‌گذرد و در حولی مسجد جامع هرات به خاک سپرده می شود. بعد از 3 سال سلطان شهاب الدین در یکی از محاربه ها زخمدار شده پس از چند از دنیا می‌گذرد. با درگذشت این 2 ابرمرد تاجیک تقدیر دولتی به سابقه بزرگ آنها نیز تغییر می‌یابد. بعد از مرگ آنها پسر سلطان غیاث الدین محمد غیاث الدین محمود به سر قدرت می آید، ولی پس از 2 سال سال 1208 میلادی در نبرد با ترکان کشته می شود. آخرین نماینده شنسبیان در فیروزکوه نبیره علاءالدین جهانسوز علاءالدین محمد بود که سال 1215 میلادی حکمرانی کرده است. به نوشته قاضی منخاج سراج به مرگ علاءالدین محمد مرحله بزرگ حکمرانی شاهان و سلاطین غور تاجیک خاتمه می‌یابد. سال 1221 میلادی با فرمان چنگیزخان اردوی مغول به پایتخت غوریان شهری درگذشته با عظمت فیروزکوه حمله آورده آن را به خاک یکسان کرده اهالیش را پره به قتل می‌رساند. لیکن با وجود پاش خوردن دولت یگانه تاجیکان از اولاد شنسبی ها، حاکمیت این خاندان در شهرهای گوناگون خراسان و هندوستان در آینده نیز قطع نمی شود. مثلا حکمرانی سلاله شاهان کرد که همچون یک شاخه اولاد شاهان غور بودند و در هرات تا زمان تیمور لنگ حکمرانی میکردند ادامه داشت. از این گفته ها چنین خلاصه برمی آید که بعد از پاش خوردن سلاله غوریان حکمرانی شاخه های گوناگون آن
در دوره‌های مغولان نیز در شهر هرات و ولایت‌های گرد و اطراف آن در دوام 200 سال آینده نیز وجود داشت. علاوه بر این دولت کردها مطابق این معلومات مورخان بعض دوره‌ها اکثر مناطق خراسان را در تابعیت خود داشت و در تاریخ سیاسی آسیای مرکزی نقش مهم گذاشته است. غوری‌ها چطوره که مورخان و شاهدان آن زمان ذکر کردند از اصحاب و علم و فن و فرهنگ و زهد بودند. به طفیل آنها دوره نوی رشد و انکشاف هندوستان شروع می شود و از همان ایام فرهنگی والای تاجیکی و فارسی در شهرهای بزرگ این مملکت آغاز یافته مرکزهای کلان علمی و فرهنگی به وجود می آید و زبان این مرکزها زبان فارسی تاجیکی مقرر می گردد. پس از چند سال دیگری حمله اردوی وحشی مغول به آسیای میانه و خراسان بزرگ آغاز می یابد و از آن سرزمینی تا این دم آبادترین جهان گروه های عظیم اهالی آساشته مسلمان به جانب هندوستان فرار می کنند. شماره این گریزه ها را امروز کسی دقیق گفته نمی تواند، لیکن موافق معلومات بعضی از مأخذها آنها تا اندازه زیاد بودند که سیمای اتنیکی، فرهنگی و زبانی این کشور کهن بنیاد را پر تغییر دادند.